أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران محترم، الحمدلله ثم الحمدلله که ما و شما سوره بقره را الحمدلله تکمیل کردیم و حال شروع میکنیم به سوره آل عمران. سوره آل عمران، موضوع اساسی سوره آل عمران چی هست؟ من خدمت شما اول گفتم که وقتی هر سوره را که ما و شما میگیم و هر سوره که درس شروع میکنیم باید بفهمیم که موضوع اساسی از این سوره چی هست. این موضوع اساسی، وقتی موضوع اساسی سوره را ما و شما بفهمیم، باز بعد از کل سوره را وقتی که میخوانیم بسیار ساده باز موضوعاتش در ذهن ما جانشین میشه. موضوع اساسی سوره آل عمران چی هست؟ ثابت قدمی هست به منهج الهی. یعنی چی معنی؟ یعنی ما و شما در سوره بقره وقتی که سه مثال هست، خلافت آدم علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و خلافت شکست خورده بنی اسرائیل، این وقتی که بیان شد خوبی ها ابراهیم علیه السلام چقدر خوب تطبیق کرد و آدم علیه السلام چه قسم معرفی شد و بنی اسرائیل چه قسم پیغمبرایش خوب کار کردن و دیگرایش چی اشتباهاتی کردن، بالاخره اشتباهات شانی شد که خلافت از بنی اسرائیل انتقال شد به بنی اسماعیل و الله متعال در پالویزی بعد از اون منهج تطبیق احکام یعنی حکم تشریعی خود در بقیه آیات تا آخر سوره بقره بر ما و شما همون نظام های اسلام که الایمان بدع و سبعون شعبه هست، 70 چند شعبه هست و ما و شما در 12 نظام اجتهادی تقسیم کردیم، اگرچه اصل الایمان بدع و سبعون شعبه هست اونمو هسته. بالاخره همین نظامی که ما و شما ایره گفتیم، آل در این سوره چی هست؟ در این سوره ارتباطش با سوره بقره چی است که الله متعال میگه که امون نظامی را که برای شما بیان شد، امون احکامی که در اونجا بیان شد، اگر احکام اقتصادی بود، اعتقادی بود، احکام اخلاقی بود، احکام تمام از این احکامی که در اینجا بود، یاره چی کنین؟ الله متعال میگه که شما به این احکام، به این قوانینی که هست از جانب الله در این ثابت قدم باشین. یعنی در نظام، در منهج تشریعی الهی ثابت قدم باشین. ثابت قدم چه قسم باشین؟ دو مشکل هست که این مشکلات وقتی که شما حکم الله را تطبیق میکنین در مقابل نظام اسلام، دو دشمن هست. وقتی که مسلمان ها در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم حکومت اسلامی را وقتی که تأسیس کرد در مدینه منوره، اینجا دو مشکل اساسی شروع شد. این دو مشکل اساسی چی هست؟ یکی مشکل خارجی هست و یکی مشکل داخلی هست. مشکل خارجی باید این انسان مسلمان ثابت قدم باشه، در مقابل مشکلات خارجی هم ثابت قدم باشه و در مقابل مشکلات داخلی هم ثابت قدم باشه. مشکلات خارجی چی هست؟ مشکلات خارجی شامل برنامه‌های فکری دشمنای اسلام است. برنامه‌های دشمنای اسلام این مشکلات خارجی هست که اونا فکرن هم می جنگن و
به اشکال دیگه هم میخواد که به ضد مسلمان ها برنامه ریزی بکنه. شما باید در مقابل از اینا هم از نگاه مادی و هم از نگاه معنوی و هم از نگاه فکری و هم دلایلی که اونا مثلا مطرح میکنن به ضد شریعت الله و به ضد حکم الله، شما باید در مقابل ثابت قدم باشین. برنامه های فکری دشمنا بسیار خطرناک است. باید در مقابل از انسان چی باشه؟ ثابت قدم باشیم. دشمنان اسلام از بیرون دسیسه سازی میکنن و شبهات و شهوات را مطرح میکنن که از این طریق مسلمانای موحد از منهج تشریعی الهی دور بکنن. این جنگای فکری هست، بدنام سازی، بد گفتن، دشنام دادن، تهمت کردن، هر چیزا که است کلش برنامه های فکری دشمنای اسلام است که خود دشمنای اسلام تواغیت خطرناک بر خود غلاما و بر خود جاسوسا و بر خود خدمتگارای میگیره و اونا میخیزن مثلا در مقابل تطبیق شریعت الهی سنگ اندازی میکنن و میخواین از این طریق نظام اسلام و خلافت اسلامی باید نابود باشه و جاگزین نظام اسلام باید نظام یا قانون تواغیت که دشمنای الله هست، اینا باید جاگزین از این باشن. خب و مشکل دوم مشکل داخلی هست. مشکلات داخلی هم در داخل سرزمین مسلمان ها می باشه که گاهی توسط منافق هایی که در بین مسلمان ها هستن اینا هم سنگ اندازی و خرابی میکنن، گاهی توسط مثلا اشتباهات خود مسلمان ها می باشه، غلطی هایی که از پیششان رخ میدن. اینال مسلمان ها مکلفیت دارن که در مقابل این مشکلات داخلی و مشکلات خارجی ثابت قدمی بکنن. پس اینال اینجا به دو بخش سوره آل عمران به دو بخش تقسیم میشه که بخش اولش مشکلات فکری خارجی هست و اسباب ثابت قدمی در مقابل مشکلات فکری، مشکلات اعتقادی، مشکلات مسلحانه، مشکلات جنگی از اونها هست و بخش دوم مشکلات داخلی هست و اسباب مقاومت و ثابت قدمی در برابر این مشکلات است. شروع میکنیم انشاءالله بخش اول. در بخش اول که از آیت اول شروع میشه، امام طبری رحمه الله در شان نزول از این سوره مبارکه چی میگه؟ میگه ان النصارى اتوا رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی زیادتر اینجا مشکلات فکری زیاد مطرح میشه، مشکلات اعتقادی زیادتر مطرح میشه که از بیرون دشمنا میخواین که مسلمان ها را منحرف بسازن و از راه دور بسازن. امام طبری رحمه الله که شیخ المفسرین است، ابن جریر طبری رحمه الله در تفسیر خود میگه که این النصارى اتوا رسول الله صلی الله علیه و سلم. نصرانی ها آمدن، یک وفد از نصارا آمدن پیش که وفد نجران میگن. اینا آمدن فخاصموه فی عیسی ابن مریم، امرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جر و بحث کردن در مسئله عیسی پسر مریم و قالوا له من ابوه، گفتن که پدر عیسی مسیح کی است؟ و قالوا علی الله الکذب و البهتان، سر الله تهمت کردن و دروغ گفتن. امی وحده نجران لا اله الا هو لم يتخذ صاحبه ولا ولدا، الله متعال نه فرزند گرفته و نه همسری. وقتی اینا آمدن این دروغ ها را گفتن، فقال لهم النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا گفت الستم تعلمون انه لا يكون ولد الا وهو يشبه ابا. گفت شما نمیفهمین که اگر یک کس فرزند بگیره باز او مشابهت با پدرش می داشته باشه؟ گفتن بله. گفت نمیفهمین که رب ما که هست حی لا یموت است، ذات هست که زنده حقیقی است و نمیمیره، و ان عیسی یأتی علیه الفنا، باز عیسی میموره و سر از فنا میره. قالوا گفتن بله. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء یکلأه و یحفظه و یرزقه. الله سبحانه و تعالی قیمومیت و اداره میکنه هر چیزی را. ذات حی قیوم هست، کنترل تمام کائنات و تمام مخلوقات به تصرف از او هست، حفظش میکنه، رزقش تعیین میکنه، محافظتش میکنه، نگهداریش میکنه. قالوا بله، گفتن بله. قال فهل یملک عیسی من ذلک شیء. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که آیا عیسی مسیح از این چیز مالکیت داشت؟ قالوا لا، گفتن نه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت
افلستم تعلمون ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. شما نمیفهمین که الله هیچ چیزی از پیش از او مخفی نیست، نه در آسمان و نه در زمین؟ قالوا بلا، گفتن بله میفهمیم. قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا الا ما علم. گفت آیا عیسی مسیح علم غیب آسمان ها و زمین داشت که همه چیز بفهمه، یا تنها چیزی که برش علم داده میشدن؟ قالوا، گفت لا نمیفهمیم. قال فإن ربنا صور عيسى في الرحم. گفت رب ما، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت رب ما تصویر کرد عیسی علیه السلام در رحم مادرش هر قسمی که خواست. فهل تعلمون ذلك، شما اینا میفهمین؟ قالوا بلا، گفتن بله میفهمین. قال الستم تعلمون ان ربنا لا يأكل الطعام. گفت نمیفهمین که پروردگار ما، رب ما، خالق ما طعام نمیخوره و نوشابه نمی نوشه، ولا يحدث الحدث و حدث یا بیوضوعی او را نمیگیره؟ قالوا، گفتن بله همین قسم است. قال الستم تعلمون، گفت نمیفهمین که عیسی علیه السلام ایره مادرش حملش کرد مثل که یک خانم. الستم تعلمون ان ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا بلى. قال الستم تعلمون ان عيسى حملته امه. عیسی را خود مادرش حمل کرد، کما تحمل المرأة، مثل که یک خانمی که حمل میگیره. ثم وضعته، باز ایره ولادت کرد مثل که یک خانم ولادت میکنه. ثم غذی، باز این تغذیه شد عیسی مسیح، کما یغذی الصبی، مثل که یک طفل تغذیه میشه. باز این طعام میخورد، آب مینوشید، تشناب میرفت، بیوضو میشد نمیشد؟ قالوا، گفتن بله. گفت این چه قسم امکان داره که شما این قسم گمان کردین؟ پس فهمیدن که اینا انکارشان که است، ای به خاطر جهد، یعنی ای انکار است، یعنی کفرشان کفر انکار است. فانزل الله عز وجل، الله متعال، الله لا اله الا هو الحي القيوم، امی سوره را نازل کرد. آل سوره آل عمران که از اول اسلوب مناظره به شکل بسیار خوب درس داده میشه و با یهود، با نصرانی های نجران مناظره که بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و اونا صورت میگیره. آیات قرآن در این راستا میه و بیان میکنه و به رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم میدن. اکثرا کسایی که شما دیده باشین وقتی که بحث میکنن، اما فهم غلط خودم مطرح میکنن و اونا باز میگه ما مباهله میکنیم. چه قسم مباهله میکنین؟ اما فهم غلطی که خود از اینا دارن. باز میگن ما میخوایم که امروز شما مناظره بکنیم و امروز شما مباحثه بکنیم، گفتگو بکنیم، سخن بگوییم و چرا بحث بکنیم، یا اینکه ما مناظره بکنیم. خب وقتی شما مناظره میکنین، اهل مناظره هستین؟ شما که مناظره میکنین علمیت دارین؟ شما که مناظره میکنین شما فهم درست دارین؟ اینا وقتی که این وقت نجران آمدن، اینا امو غلطی های اعتقادی که خودشان داشتن میخواستن که امی غلطی های خود پیشکش بکنن. الله متعال بر رسولش فهمان که باید اول بر از اونا فهمانده شود، بر از اونا بیان بکنی که اساسات اعتقادی اسلامی چی هست و باز بعد از اونا باز دلایل خود پیش بکنن. از این خاطر مطلب اول اینجا عقیده و ایمان به خالق یکتا و صفات کمالش بیان شد. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که با این آیات قرآن اول خالق تبرشان معرفی کن. الف لام میم، این حروف مقطعات است. الله کی هست؟ وقتی که ما میگیم الله، لا اله الا هو، نیست معبودی که مستحق عبادت باشه الا هو، بغیر زو. الحی، زنده حقیقی هست. القیوم، ذاتی که متصرف به تمام کائنات است. ایره برای وفد بنی نجران بفهمان که او کسی که شما الوهیت برش میتین، عیسی مسیح، نه زنده حقیقی است. خودتان میگین که 3 روز مرد، در صلیب کشان دادشان، خودتان عقیده به صلیب دارین، بگین که عیسی مسیح در صلیب آویزان شد و در گردنتان صلیب میپرتین. همین صلیب کلامش مثل جمع واره است، در گردنتان چرا میپرتین؟ خودتان عقیده دارین که عیسی مسیح 3 روز در صلیبی در دشمنا کشاندن و 3 روز مرد، باز بعد از 3 روز بعد زنده شد. 3 روز مرد نمرد. الله
الحی القیوم زنده حقیقی است که به او مرگ نمیاد، پس این معبود نیست. القیوم کنترل تمام کائنات هم میکنه. اگر عیسی مسیح معبود باشه، این 3 روزه که مرد، این کنترل کائنات این چه قسم میشه؟ این خلای قدرت چطور میشه؟ این برشان این قسم فهمانده شد. دوم، صدق رسالت برشان بیان شد که نزل علیک الکتاب بالحق، ای پیغمبر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، این قرآن عظیم الشان بالای تو به حق نازل شده، مصدقا تصدیق کننده هست لما بین یدیه، به او کتابهایی که قبل ازی بودن. و انزل التورات و الانجیل، اما خالق که فرستاده هست نازل کرد تورات و انجیل، اما خالق متعال قرآن عظیم الشان هم نازل کرده. اونا قبلا بودن، ای بعدا آمده. سوم نقطه را برشان بیان کرد که یکی بودن مصادر وحی. مصادر وحی کلش یکی است. و انزل التورات و الانجیل من قبل هدى للناس، تورات برای هدایت آمد، نازل شد از جانب الله. انجیل برای هدایت مردم نازل شد از جانب الله، و قرآن هم برای هدایت انسان ها. بنابر ما و زبور، تورات، انجیل، قرآن، صحیفه هایی که بالای موسی و صحیفه هایی که بالای آدم علیه السلام، بالای ابراهیم علیه السلام، به کل از اینا ما ایمان داریم. چرا؟ مصدر همه از اینا یکی هست. و انزل الفرقان و ان الذين كفروا بآیات الله، کسایی که باز با آیات الله کافر میشن. در وقت نزول تورات کسی که به تورات کافر شد، و در وقت نزول انجیل وقتی کسی به انجیل کافر شد، و یا در وقت نزول قرآن کسی به قرآن کافر میشه. لهم عذاب شدید، بر از اینا عذاب سخت است. والله عزیز، الله ذات است که عزیز و عزتمند است و غالب هست و ذو انتقام و انتقام گیرنده هست از دشمنایش. چهارم موضوع رو برشان فهمان که هیچ چیز از الله مخفی نیست. اگر شما میخواین که مخفی بکنین و پت بکنین و دروغ بگوین، ان الله لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، برای الله هیچ چیز مخفی نمیماند در آسمان ها و زمین. خلقت و تصویر همه مربوط الله است. پنجمین نقطه که معبود حقیقی دارای عزت، غلبه و حکمت است. هو الذی، الله او ذات هست. الله رو برشان معرفی میکنه که او ذاتی که الحی القیوم هست. هو الذی، امو ذات، یصورکم فی الارحام، شما را تصویر میکنه در رحم های مادرانتان، کیف یشاء، هر قسمی که بخواید. لا اله، باز برشان میگه که نیست معبود به حق که مستحق اطاعت و عبادت باشه، مستحق الوهیت و ربوبیت باشه، الا هو، بغیر از الله سبحانه و تعالی. العزیز، ذات عزتمند غالب. الحکیم، ذاتی که حکم میکنه، احکام تشریعی و تکوینی را و قضایی را و فیصله میکنه، و بسیار حکیمانه با حکمت. ششم نقطه را برشان بیان میکنه که روش بیدینا استفاده از متشابهات است. شما میایین در مسائل متشابهات بحث میکنین برای گمراه سازی، اما مؤمنان از آیات محکم استفاده میکنن که در اونجا هیچ اختلاف، هیچ مشکل نیست، واضح است کاملا. شما میایین در چیزها، در آیاتی که در او امکانات چی است، اجتهاد به مجتهد ضرورت داره، به متخصص ضرورت داره، به بسیار فهم دقیق ضرورت داره، پشت ازی میگردین. ببینین الله متعال میگه که اینا را برشان چی میگن؟ ربی رحمه الله میگه که وفد نجران خاصم النبی صلی الله علیه و سلم، میگه وفد نجران آمدن با امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم جرا بحث شروع کردن و گفتن الست تعلم انه کلمت الله، نمیفهمی که پیغمبر عیسی مسیح کلمه الله هست و روح منه و روح الله هست، روح الله میگه. قال بله، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بله، کلمت الله و روح منه، ای درست است. قالوا فحسبنا ذلك، گفت بر ما این کافی هست. چی کافی هست؟ الله متعال جوابشان برشان گفت که چی کافی هست؟ همین فهم غلطی که شما دارین، این کافی هست. فانزل الله تعالی، اینا چی میگه که یعنی عیسی علیه السلام کلمه الله هست، یعنی این کلمه الله هست و روح الله هست. العیاذ بالله، نه خیر. کلمه الله اگر شما مسلکی باشین، متخصص باشین، بفهمین، این اضافت تشریفی میگن. یعنی الله متعال یک مخلوق به طرف خود اضافت مضاف میسازه، نسبت میته، میگه که کلمه الله هست، یعنی این توسط کلام الله خلق شده، این مخلوق هست عیسی مسیح.
مخلوق الله هست که الله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس این خلق شده. و روح الله هست. چی معنی روح الله هست؟ یعنی این روح مخلوق است لکن پیش الله چون پیغمبر الله است معزز و مکرم است، از این خاطر ایره الله به طرف خود نسبت داده. خود ناقت الله هم گفته، ناقت الله شتر الله، وقتی که گفته به خاطر که شتر صالح علیه السلام معجزه بود. چه قسم تفسیر میشه؟ ناقت الله یعنی شتری که مخلوق است لکن به خاطر که معجزه هست بر از عزت داده شده، از این خاطر در قسمت از احتیاط کنین، ایره مثل دیگه شترها باره قتل نکنین. خانه کعبه هم بیت الله گفته شده است. خانه الله به خانه نیاز نداره، پس بیت الله یعنی این خانه کعبه خانه مخلوق هست که پیش الله عزتمند است. اینمی قسم که بیت الله عزتمند است مخلوق است، همین قسم که ناقت الله عزتمند است. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که عبد الله سبحان الذي اسرا بعبده، عبده رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بنده یعنی مخلوق با عزتش بنده الله هست. اینی قسم هم عیسی علیه السلام گفته شده است و برای آدم علیه السلام هم گفته شده وقت نفخت فیه من روحی. اینجا الله روح آدم علیه السلام به خود نسبت داده، یعنی روح آدم علیه السلام روح با عزت است که به الله نسبت داده شده. یعنی روح آدم علیه السلام روح است، مخلوق است لکن مخلوق با عزت است. احتیاط کنین در روح انسان ها که روح انسان زود باید انسان کشته نشه، مثل که شما یک حیوان میگیرین میخرین 20,000 25,000 و میرین ذبحش میکنین بدون کدام مشکل، اما انسان نمیتونه که با سادگی در مقابل انسان. این انسان باید کرامتش اما حکمش تا زمانی که شریعت الهی در قسمت قصاص ازی یا در قسمت قتل ازی بر تو حکم نمیکنه، در غیر از او اجازه نداری، چون روح از انسان روح با کرامت است. پس اینجا بر از اینا گفته شد که شما چی میگین؟ این دلیلتان غلط است. الله متعال برشان گفت که هو الذی، الله ذاتی است که انزل نازل کرده علیک بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل کتاب ای قرآن عظیم شان منه آیات محکمات، بعضی آیات از اینا آیات محکم است، یعنی که احتمالات مختلف ندارم، یعنی قاطع حکم بر تو بیان میکنه. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چرا شما از این آیت قرآن عقیدتان نمیگیرین؟ نصرانی های نجران چرا از این نمیگیرین که محکم است، ضرورت به تشریح زیاد و ضرورت به استنباط زیاد نداره، احتمال دیگی نداره. قل هو الله احد، الله ذات یگانه است. الله الصمد، الله بی نیاز است، به فرزند و پسر و دختر و سکرتر و رئیس دفتر نیاز نداره. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. چرا از این عقیدتان نمیگیرین؟ پس اینجا منه آیات محکمات، بعضی آیات از آیات محکمه هست، هن ام الکتاب که اینا اصل و اساس از این کتاب هستند، و اخر متشابهات و دیگه آیات متشابه هستند که این احتمالات مختلف دارن و این اهل علم خوبتر میفهمن. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اما کسانی که در قلبشان کثافت از در دلهایشان کجی هست، فیتبعون متابعت میکنن ما تشابه منه از آیات متشابه، ابتغاء الفتنه، هدفشان چی هست؟ فتنه هست، و ابتغاء تعویل، و به خاطر هدف تعویل کردن، و ما یعلم تعویله الا الله، و تعویل ازیر نمیفهمه مغیر از الله که باز الله برتان بیان میکنه. و راسخون فی العلم، اما کسانی که در علم خوب راسخ هستن اونا چی میگن؟ یقولون، میگن آمنا، ایمان آوردیم، بهی به آن، کل من عند ربنا، تمامش از جانب پروردگار ما هست، اگر آیات محکمه هست یا متشابه هست. و ما یذکر، و ایره یاد نمیکنه مگر صاحبان قلب سالم. پس این مسئله برای از اینا بیان شد که شما در این استنباطتان غلط میکنین. عیسی کلمه الله هست، یعنی مخلوق است که با حکم الله که لفظ کن است، اینجا چی شده؟ خلق شده هست. و امی قسم اضافتش به الله مثل اضافت بیت الله و ناقت الله و عبدالله این هست، از خاطر اضافت تشریفی هست، نه به ایمانایی که او فرزند الله باشه. هفتم برشان بیان شد که مؤمنین واقعی همیشه طلب هدایت و ثابت قدمی میکنن. ربنا، اگر شما واقعا مؤمن واقعی هستین،
دعا بکنیم به الله، بگیم ربنا ای پروردگار ما لا تزغ قلوبنا، قلب ما را منحرف نکو بعد از هدیتنا، بعد از اینکه ما را هدایت کردی، و هب لنا من لدنک رحمه، و از جانب خودت برای ما رحمت هبه و تحفه بکن بده، انک انت الوهاب، یا الله تو ذات الوهاب هستی. الوهاب صفت از صفات الله سبحانه و تعالی است. هشتمی بیان ایمان داشتن به قیامت است که انسان مسلمان باید به قیامت ایمان داشته باشه و به وعده های الهی. ربنا ای پروردگار ما انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، تو جمع میکنی مردم در روزی که در او هیچ شک نیست. ان الله یقین که الله لا یخلف المیعاد، خلاف نمیکنه در وعده هایش. نوم بیان نتایج کفر در دنیا که عدم منفعت مال اولاد است، و نتایج کفر در آخرت که دوزخ است. این هم برشان بیان شد که ان الذين كفروا، یقینا کسانی که کافر میشن، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، منفعت نمیرسانه بر از اینا اما اموالشان و اولادش، و نه هم اولادشان، من الله شیء، از الله چیزی، و اولئک هم وقود النار، اینا چی هستن؟ درگیران دوزخ هستند. دهم جزای تکذیب احکام الهی و مثال های از کافران قبلی هم برشان گفته میشه که شما خو فرعون میشناختین و دیگه کافران میشناختین، تکذیب کردن چی جزا را دیدن. اینا شما احتیاط کنین که دعو آل فرعون، مثل آل فرعون، لشکریان فرعون، والذین من قبلهم، کسایی که قبل از اینا بودن، کذبوا بآیاتنا، اینا تکذیب کردن به آیات ما، فاخذهم الله بذنوبهم، الله متعال اینا را مؤاخذه کرد با گناههایشان، والله شدید العقاب، الله سخت عقوبت کننده هست. و 11ام نقطه ای که نتیجه کفر در دنیا شکست و در آخرت جهنم است. الله متعال میگه قل للذین کفروا، بگو برای کسانی که کافر شدن، ستغلبون، حتما شما مغلوب میشین و شکست میخورین، و تحشرون الی جهنم، و شما حشر میشین به طرف جهنم، و بئس المهاد، و جایگاه بسیار خراب است جهنم. الله ما و شما را حفظ بکنه. وفد نجران که خدا مؤمن به خالق و عیسی مسیح می دانستن، در این آیت فهمیدن که آنها به مخالفت به احکام الهی کافر شدن و مستحق دوزخ شدن. اینا ادعای ایمان میکنن. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تکفیرشان کن، بگو برشان که قل للذین کفروا، بگو برای کسانی که کافر شدن، ستغلبون و تحشرون، شما مغلوب میشین و حشر میشین به طرف جهنم. چرا؟ کافر تکفیر میشن، مسلمان تکفیر نمیشن. مسلمانی که کافر شد باز تکفیر میشن. و اینا که ادعای اسلام دینداری میکردن، الله متعال اینا را چی کرد؟ تکفیرشان کرد و برشان گفت که شما کافر هستین. مثال از غلبه مؤمنان بر کافران، یعنی مشرکین قریش، درس عبرت است برای نصارای نجران. الله متعال میگه قد کان لکم آیتون، بر شما یک دلیل بسیار قوی هست، فی فئتین، در دو گروهی که التقطا با هم روبرو شدن. فئتون، یک گروه تقاتل فی سبیل الله، جهاد قتالی میکردن در راه الله، و اخرى، و گروه دیگه که قریشی ها بودن، کافرتون، کافر بودن، اینا هم ادعای ایمان میکردن، میگفتن ما اولاد ابراهیم هستیم، اولاد اسماعیل هستیم. کافرتون، اینا هم کافر بودن، یرونهم مثلیهم، الله متعال در چشمای از اینا به قدرت خود اتو یک حالتی را انداخت که یرونهم، که مؤمنین اینا میدیدن، مثلیهم، دو چندشان، رأی العین، با دیدن چشم. والله یؤید بنصره من یشاء، الله تایید میکنه به نصرتش هر کس را خواسته باشه. ان فی ذلک لعبرة لاولی الالباب، دی عبرت است برای صاحبان قلب سلیم. 13ام نقطه بیان میکنه که دنیا پرستی سبب اصلی حق ستیزی است. چرا مردم ضد حق قرار میگیرن؟ چرا با طواغیت قرار میگیرن؟ چرا با کفر قرار میگیرن؟ چرا احکام الله را پت میکنن؟ میگه که حق ستیزی به خاطر دنیا پرستی است، در حالی که سعادت اصلی دنیا و آخرت در چی است؟ در پذیرش حق است. زین للناس، الله متعال میگه زینت داده شده از بر مردم چی؟ حب و شهوات، دوستی با شهوت ها. این شهوت های نفسانی چی هست؟ من النساء، از خانم ها، و البنین، از فرزندان، و القناطیر المقنطره، و کودهای زیاد از ذهب و فضه، طلا و نقره، و الخیل، یعنی اینجا مالهای هنگفت، طلا و نقره، یعنی زیاد مالهای نقدی را خوش دارن. و الخیل المسومه، اسبهای نشانه شده، یعنی وسایل ترانسپورتی که امروز هست
در عصر امروزی مثل طیاره را خوش دارن، موترهای بسیار لوکس خوش دارن و این وسایل ترانسپورتی و الانعام دیگه حیوانات، مالها و چارپایا مثل وسایل تولیدی و شرکت ها و ایچرا رو خوش دارن و الحرس و باغداری و فارم ها و حرس اصلا زمین های زراعتی و باغ گپاره. ذالک متاع الحیات الدنیا، اینی چیزهای دنیوی هست که به خاطر از این مردم از دین روی میگردانن. این همه متعه یک متاع عادی دنیا هست. والله عنده حسن المآب، به نزد الله هست، در پیشگاه الله هست سرانجام نیک، یعنی سعادت اصلی دنیا و آخرت. 14 نتایج بیان میکنه که نتایج ایمانداری و تقوا جنت همیشگی است. قل برشان بگو اعنبکم بخیر من ذالکم، اگر آیا من شما را خبر بدم از بهتر از تمام این چیزهایی که شما تقاضا دارین، للذین اتقوا، برای کسانی که تقوا دارن، عند ربهم، به نزد ربشان، جنت های هست که تجری من تحت الانهار، که در زیر باغهای ازی جویبارها در جریان هستند، جوی شیر و جوی عسل و جوی آب بسیار زیبا و زلال و جوی شراب پاک، خالدین فیها، همیشه در این جنت می باشند. و ازواج مطهره، و همسران پاک، هم از نگاه اخلاقی، هم از نگاه ایمانی، هم از نگاه جسمی و مادی. و رضوان من الله، نعمت بزرگی است که از جنتی ها الله راضی می باشه. والله بصیر بالعباد، الله از حالت هر کسی با خبر است. 15 نقطه بیان میکند صفات اهل توحید را. الذین، کسانی هستند که یقولون، میگویند ربنا اننا آمنا، ای رب ما ایمان آورده ایم، ای رب ما اننا، یقینا که ما آمنا ایمان آورده ایم. خب ربنا اننا آمنا، ربنا ای یا الذین، کسانی که یقولون میگویند ربنا ای رب ما اننا، یقینا که ما آمنا ایمان آورده ایم، فاغفر لنا، پس مغفرت کو بر ما ذنوبنا، گناههای ما را، و قنا عذاب النار، و ما را وقایه بکو از عذاب النار. این صفات اهل توحید اینمی هست. چی صفات دارن؟ الصابرین، اهل توحید صبر کننده هستند. دوم، اهل توحید صادقین هستند، راستگو هستند. سوم، اهل توحید قانتین هستند، یعنی به خالق خود بسیار خشوع دارند. و المنفقین، اهل توحید نفقه و مصرف در راه الله میکنن. دیگر و المستغفرین، اهل توحید مغفرت میخواین از الله، بالاسحار، در سحری میخیزن و از الله مغفرت میخواین. بیان شهادت الله و ملائکه و علمای ربانی به توحید الوهیت، اینا میگن شهید الله، و الله شهادت میده انه لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و قانون و شریعتش اطاعت شود الا هو، بغیر از الله. و الملائکه، ملائکه هم شهادت میدن، و اولو العلم، علمای عالمای ربانی، اینا هم شهادت میدن. قائما بالقسط، ایستاد هستند در قسط و عدالت. لا اله، نیست معبود به حق الا، قابل پرستش و اطاعت الا مگر هو الله، العزیز غالب است، الحکیم با حکمت است. عبده معرفی دین حق و علت اختلاف اهل کتاب. ان الدین عند الله الاسلام، دین حق دین اسلام است. دین آدم علیه السلام اسلام است، دین عیسی علیه السلام اسلام است، دین موسی علیه السلام اسلام است، دین ابراهیم علیه السلام اسلام. کل پیغمبران دینشان اسلام است. ان الدین عند الله، دین به نزد الله اسلام است، دیگر دین الله نفرستاده. این نامی که شما یهودیت و نصرانیت، این نامای مردم است. و مختلف الذین، و اختلاف نکردن کسانی که اوتوا الکتاب، برشان کتاب داده شده، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از اینکه برشان علم آمد، بغیا بینهم، به خاطر سرکشی در میانشان. و من یکفر بآیات الله، و هر کسی که کافر میشه به آیات الله، فان الله، پس یقینا که الله سریع الحساب، بسیار سریع حساب گرینده هست. ما و شما وقت ما در این قسمت آل فعلا پورا شده. انشاءالله بعد از 1 ساعت در خدمت شما قرار میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیت 19 سوره عمران ما و شما رسیدیم. آل عمران.